سه تا آهنگ که باعث امید ما افغان‌ها به زندگیه. آهنگ اول از مجتبی جان خاوری، میشه یک روز همه جمع در کابل جان میشینیم. میشه یک روز همه جمع در کابل جان میشینیم. میشه یک روز بخیر در رای پنشیر میبینیم. آهنگ دوم از بانو آریانا جان سعیده، همت کن بیا دیوارها را در نویسیم، به جای ضعف خود باور نویسیم. بیا دیوارها را در نویسیم، به جای ضعف خود باور نویسیم. بگیر دستم بدی دستم که با هم کتابی سرنوشت سر نویسیم. آهنگ سوم از فرهاد جان دریای دوستای عزیز، در ملکک ما. در ملکک ما یک روزی آرامی باشه. در ملک ما، در ملک